امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد شناسایی با جریان کارهای بنیادکاری و سازندگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آغاز کارهای ساختمانی در یک قطار انشاءات نو و ملاقات با ساکنان و فعالان به ناحیه نورآباد تشریف آوردند. صبح روز 7 میلیون سال 2021 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد شناسایی با جریان کارهای بنیادکاری و سازندگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آغاز کارهای ساختمانی در یک قطار انشاءات نو و ملاقات با ساکنان و فعالان بر ناحیه نورآباد تشریف آوردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در شهرک دربند مرکز ناحیه نورآباد رهبریت فعالان و نمایندگان جوانان و اهل فرهنگ با صمیمیت بی‌اندازه و روحیه بالیده استقبال نمودند. مرحبا محبوب قلب اهل نورآباد ما بر دیار وحدت آباد و گوهر بنیاد ما بر دیار وحدت آباد و گوهر بنیاد ما مهر وحدت پا بجا در قلب خلق شاد ما مهر وحدت پا بجا در قلب خلق شاد ما نام تو سر لوح اندر دفتر ایجاد ما نام تو سر لوح اندر دفتر ایجاد ما نه بنیاد گشت و راه در قلبی زمین تاجیکان را کرده یک ملت نور آفرین نقاب بنیاد گشت و راه در قلبی زمین تاجیکان را کرده یک ملت نور آفرین شهرت ملت رسید امروز در چرخ برین شهرت ملت رسید امروز در چرخ برین ای عزیزی ملتم ای سروری وحدت قرین ای عزیزی ملتم ای سروری وحدت قرین مرحبا مقتدای تاجیکی روی جهان تاجیکستانی عزیزم را توی زور توان مرحبا مقتدای تاجیکی روی جهان تاجیکستانی عزیزم را توی زور توان نام تو در سینه یا در دیده پیر و جوان نام تو در سینه یا در دیده پیر و جوان وارثی ارزنده سامانیان تا جاویدان وارثی ارزنده سامانیان تا جاویدان وارثی ارزنده سامانیان تا جاویدان این دمی ما را نگهدار
نگه دارد خدا به شماری کم شماری دهر ما این کمی ما را نگه دارد خدا پرچمی ما را نگه دارد خدا همچو رمزی سرفرازی های ما پرچمی ما